الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم. این قسمی سوم از محاضره ما به نام ابطال احتجاج به واقعه ذات و انوات است. ما تا به حال در دو حلقه گذشته معنای حدیث ذات و انوات را به شما بیان کردیم که مخالف عاذری ها هست و عاذری جهمی ها در این فهم مخالف قرآن، سنت، فهم سلف این امت و مخالف اصل دین شده، کافر شده. و در مسئله حلقه دوم به شما بیان کردیم که بله این حدیث در ده ها کتاب روایت شده، لیکن این دلالت نمیکند که در کتاب ها روایت شدن صحیح باشد. فقط حدیث های صحیح هستند که در بخاری مسلم اومده باشه. در باقی ماندش احتمال ضعیفی دارد، سندن ضعیف باشه، ضعیف است. ثالثا گفتیم که روایت کننده این حدیث ابو واقد اللیثی این کی هستند؟ بدری هستند. ولی در اینجا گفته هستند که نحن حدیث عهد بکفر، که ما گفتیم انا این سخنی چی است؟ سخنی دلالت اضطرابش سخت به بالای حدیث میآورد. این را میگن نکارت المتن. حالا کمی در اینم روایت میکنیم. و بعد از این نشنیدن سینان ابن ابی سینان ابن ابی سینان از ابی واقد اللیثی این حدیث نشنیدن، ثابت نیست، همدیگر رو ندیدن، انقطاع السند صحبت کرده. انا کن باقی مانده مسئله به وارد بشیم. اولا ما کمی با درباره نکارت المتن صحبت بکنیم. انا همین اختلافی که در حدیث اومد، یعنی ما گفتیم قول راجح این است که امام بخاری و غیرشون گفتن که ابو واقد اللیثی بدری هستند. اصلا قدیما، خیلی قدیم مسلمان شده بودند، پیش از فتح مکه. و ناممکن است که ابو واقد اللیثی بگویند که من نو مسلمان شدن و نحن حدیث و عهد بکفر گویند. انا می روایت در حدیث اومده است. یک آدمی که 10 سال پیش مسلمان شدگی، اهل بدر است، جنگ هنین وقتی اومده در این راه بگوید که نحن حدیث و عهد بکفر، ما نو از کفر خلاص شده بودیم، میگن ما نو از عهد کفر بیرون شده بودیم، میگن 10 سال است که قریب از کفر بیرون هستن. این ناممکن. این را در علم حدیث علمای اهل حدیث نکارت المتن میگن. نکاره، نافهموگی در متن. بعضی نکاره گفتن بکنه، نکاره. از همین جهت این چی است؟ در این حدیث از نظر فهمیدن معنی، قبول معنی مشکلی به وجود میاد. بعضی از علما برای این مشکلی رو برطرف کردن به مانند ذهبی و غیره گفتن که شاید دو ابو واقد اللیثی باشه. یعنی ببینید حتی امام ذهبی میگه که شاید دو ابو واقد اللیثی باشه. دو خیل نه، البته این اصلا ناممکن است. بارک الله فیکم. انا کنون علمایی که در این باره صحبت کردن گفتن که اگر اینها حدیث عهد از جاهلیت و از کفر باشد هم اینها توحید قبول کرده برآمدند و اصل توحید قبول کردن چی است؟ شرک انکار کردن است. اصل توحید ینافی اصل التوحید الذی یعنی ببینید اصل توحید که قبول کرده اومدن بعد از کمی بیایند گویند که این سخنرانی درست نیست. برای من علما سوال کردند که فما الفرق بین توحیدهم بنبذ الاسنام وتبركهم بتلك الشجره لو صح ذلك عنهم. اینها نو مسلمان شدن، بعد از کمی اومده باز درخت پرستیدنی باشند. اینها چی فرق دارد با پرستیدنی بت و پرستیدن درخت؟ این ناممکن است گفتند. اونها فهمیده شرک ترک کرده بودند. از همین جد این حدیث گفتن از نظر متن هم که ابو واقد اللیثی است نکاره دارد. بارک الله فیکم. الان دومین مسئله که ما میریم مسئله تفردی سینان ابن ابی سینان است. یعنی ما گفتیم که حدیث یکی از ضعیفیش چی است؟ سینان ابن ابی سینان ابو واقد اللیثی رو ندیده است. اینا اثبات کردیم. دوما اثبات کردیم که
متن این حدیث مشکلی دارد. ابو واقد لیثی بدری هست. اینجا اومده گفته شدن که حدیث عهد بکفر، نه از کفر جدا شدیم و به اسلام داخل شدیم. این دوم مشکل است. سومین مشکل این است که در این حدیث در سند سینان ابن ابی سینان انمین انسان فقط خودش یگانه کسی که همین حدیث نقل کردگی است انا همین قدام است از ابو واقد لیثی. دیگر یگان مسلمان، یگان صحابه، یگان تابعین در این باره حدیث غیر از سینان ابن ابی سینان از ابو واقد لیثی هیچ کسی صحبت کردگی نیست. البته کثیر ابن عبدالله گفتیم که از ابو واقد لیثی گرفت این موضوع ضعیف گفته، علما انکار کردن رفت. انا کنم اگر حالت چنین باشد، آیا روایت هایی که سینان ابن ابی سینان از ابی واقد لیثی یا از دیگر از صحابه خودش تنها فقط روایت کرده، دیگر هیچ کسی روایت نکرده، قبول است؟ علما گفتن که قبول نیست. اولا روایتی که سینان ابن ابی سینان از ابی واقد لیثی تنها خودش کرده از دو جهت قبول نیست. اولا سینان ابن ابی سینان ابی واقد لیثی رو ندید. ثانیا سنان ابن ابی سینان در بالایش مشکلی وجود دارد. سینان ابن ابی سینان رو بعضی از علما چی گفته؟ گفتن که مجهول الحال، یعنی سینان ابن ابی سینان میگه که بارک الله فیکم انا همین سینان ابن ابی سینان رو عقیلی، یکی از علمای سلف عقیلی، میگن که ضعیف است. یعنی ضعیف به این معنی که مجهول حال. نظر بکنید به کتاب میزان الاعتدال مجله یکم صفحه 121 یا که العراقی، بله العراقی، کتاب میزان الاعتدال که عراقی وفات کننده 86 نوشته درباره با رقم 434 روم سینان ابن ابی سینان را نقل میکنه. له ان ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم گفته روایت میکرد رواه العقيلي وابن عدي من روايه معلم ابن ميمون المجاشعي عن عمرو بن داود عن أورده ابن عدي في ترجمة معلم ابن ميمون أحد المتروكين، وأورده العقيلي في ترجمة عمرو بن داود وقال إن عمرو بن داود وسنان ابن أبي سنان مجهولان والحديث منكر غير محفوظ. يعني حدیث هایی که دو نفر روایت میکرد، عقیلی و عدی روایت میکرد، عمرو ابن میمون شاگرد سنان ابن ابی سنان و یا خود سنان ابن ابی سنانی که از تابعین است. سنان ابن ابی سنان دوئلی وفات کننده 105 هجری. نگفته نماند که در باب سنان ابن ابی سنان دو نام است. سنان ابن ابی سنانی که صحابه رضی الله عنهم وفات کننده 32 هجری هستند. این حدیث و این مسئله هیچ ربط به سنان ابن ابی سنان صحابه ندارد. این سنان ابن ابی سنان صحابه نیست. چگونه که آذری خوبسای جاهل ها به مانند این زبیر مشرک محقق مشرک تحقیقش آخر شرک شده و مشرک شده میگوید که سنان ابن ابی سنان صحابه است. میگه او احمق جاهل، صحابه نیست. امام بخاری درباره سنان ابن ابی سنان در تاریخ الکبیر صحبت کرده و میگوید که سنان ابن ابی سنان از جابر، از ابو هریره و از حسین ابن علی روایت میکند، تابعی هست. انا این روایتاش بله شنیده و دیده، اما حدیثی که سنان ابن ابی سنان از ابی واقد لیثی روایت کرده ثابت نیست، زیرا که همدیگر ندیدن. به طریقه امام بخاری سنان ابن ابی سنان تابعی وفات کننده 504 هجری که به ابو واقد لیثی روبرو بودنش ثابت نیست. کسی اگر بگوید که نه ثابت است، دلیل بیارد از قول سلف که سنان ابن ابی سنان ابو واقد لیثی رو دیده است. اما امروز عذری های خبثا فکر میکنند که ما طالب علم اهل سنت از این چیزا بیخبر هستیم. کی را خواهد صحابه میگه، کی خواهد تابعی میگه. دو تا آدم نومش آمیخته میکرد. یک کذاب ها. دین ما در اساس سند است.
سند یگانه در اهل سنت و جماعت است. ما را فریب داده نمیتونه که سینان ابن ابی سنان برید و سبحان الله صحابی بگید. در اینجا در طبقه تابعین نقل شده است. وفات کننده 505 هجری است. اما او صحابه سینان ابن سینان به حدیث ذات انواد هیچ ربطی ندارد. وفات کننده 30 هجری است. بارک الله فیکم. عدی از جمله یک از متروکین روایت کرده میگه. انا من کی رو؟ سینان رو. و خودی عقیلی میگویند که سینان ابن ابی سنان و شاگردش عمرو ابن داود اینها از مجهولان است. بارک الله فیکم. انا کو فهمیدید؟ میزان الاعتدال نظر بکنید. میزان الاعتدال مجله یکم صفحه 121 العراقی. بارک الله فیکم. پس برادران عزیزم، این سخن سلف است. انا کنون ما سخن دیگر از سلف رو نمیپوشیم. بله هستند دیگر از علمای سلفی که سینان ابن ابی سینان رو ثقه گفتند. بله پنهان نیست، هستند. اما هرگز یگان علمای محقق بزرگ بمانند امام البخاری و غیره سینان ابن ابی سینان تابعی دوالی رو معذرت خواهی میکنم برابری دیگر از تابعین ثقه برابر کرده شد. نه هرگز این چنین نیست. برای همین امام البخاری رحمه الله همیشه حدیث سینان ابن ابی سینان رو اگر انها روایت نکرده باشد یک حدیث رو دیگر از تابعین ثقه روایت کرده باشد، اول حدیث تابعین ثقه رو در همین حدیث رو از تابعین ثقه میگرفتن، حدیث سنن ابن سنن رو همچون شاهد معلق ذکر میکردن. برای چی؟ برای آن که علمای محققین امروزه میگویند کمترین حالی سنان ابن ابی سنان بعد از جمعی اقوالی کسانی که سنان ابن ابی سنان رو ثقه گفتند یا صادق گفتند یا صدوق گفتند و جمعی علمای دیگری که ابو سنان رو مجهول گفتند، مجهول الحال گفتند، مجهول العین نه مجهول الحال گفتند. کمترین سخن و صحیح ترین سخن همین است که سنان ابن ابی سنان مجهول العین نیست. سنان ابن ابی سنان مجهول الحال و مجهول الحال هم نه بلکه مستور الحال است. سنان ابن ابی سنان 100% مجهول نه بیانی دارد لیکن مستور است، انیق و واضح و دقیق نه، روایتش کم، نامعلوم تر. اما این نه فقط در حدیث ذات انواد نه، در همه حدیثین قصه اگر سنان ابن ابی سنان یک نفر رو دیده از غیر واقدون لیسی، از جابیر، فقط از 3 صحابه دیده روایت کردن، از جابیر، از ابو هریره و از حسین ابن علی، اگر دیده روایت کنند هم سنان ابن ابی سنان حدیثشون اگر تنها خودش در یک مسئله روایت کرده باشد علما نظر دارند درباره این، میگویند قوی نیست، قبول نیست یک بار. حالا کجا رسد به حدیث ذات انواد که اصلا سنان ابن ابی سنان ابی واقدین لیثی رو اصلا روبرو نشده، اصلا روبرو نشده است. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. حالا من دیگر حدیثایی که به سندش با از دیگر همین حدیث با دیگر سندها دارد، یعنی از صحابه این ذات انوات فقط یک صحابه روایت کرده گویا که ابو واقد لیثی، اگر چین ضعیف باشدم سندش میخواست یک صحابه ابو واقد لیثی روایت کرده. از صحابه 2 نفر روایت کرده، کثیر ابن عبدالله که ضعیف است شکی نیست، سنان ابن ابی سنان که مستور الحال است و سنان ابن ابی سنان اصلا ابو واقد لیثی رو دیدگی نیست. فهمید؟ حدیث ضعیف شد بار دیگر. و بعد از این از سنان ابن ابی سنان روایت ها با آیسته آیسته آمده وسیع تر شده است.
از سینان ابن ابی سنان یک چند نفر روایت کرده است. یکی از اینها را وقیدی هم میگن و یکی ازش پسری ام حبیبه میگن. اینها با گپ زیاد است، ضعیفی زیاد است. بارک الله فیکم. یعنی دوام حدیث با گپ زیاد است. انا کن بارک الله فیکم. به همین به شما معلوم گشت که حدیث از نظر متن نکاره دارد، از نظر معنا جهمی های معنای فهم جهمی ها باطل است و کفر است و شرک است. از نظر سند سنان ابن ابی سنان ابو واقد لیثی را ندیدند. یک، سنان ابن ابی سنان مستور الحال هستند، کمترین درجه. چرا؟ این را عدی و این را عقیلی از علمای سلف بود و علمای امروزه هم میگن که کمترین حال سنان ابن ابی سنان کی است؟ کمترین حالش چی است؟ مستور الحال است. دلیل معامله امام بخاری به سنان ابن ابی سنان است. امام بخاری هرگز سخنی سنان ابن ابی سنان را بدون شاهد نگرفته، همچون شاهد گرفته. پیش از سنان ابن ابی سنان دیگر کس حتما یک تابعی ثقه اول روایت همین حدیث کرده باشد، بعد از این همین حدیث با سنان کرده باشد آمده است. سنان ابن ابی سنان یک حدیث تنها خودش روایت کند نگرفتند، اما به شاهد اگر گرفت دیگر تابعین های ثقه روایت کرده باشد بله گرفت. دیدید برادر عزیز؟ بارک الله فیکم. برای همین همه حدیث هایی که وجود دارد انا همچین مشکل دارد. امام بخاری هم و مسلم هم چگونه حدیثی سنان ابن ابی سنان را روایت کردند؟ امام بخاری هم و مسلم هم حدیث سنان ابن ابی سنان را انا همچین روایت کردند به متابعات، هم بخاری و هم مسلم. امام بخاری وقتی که در کتابشان صحیح بخاری سنان ابن ابی سنان روایت کردند متابعات و شاهد ذکر کردند، خودش مستقل ذکر نکردند. حدیث سنان ابن ابی سنان را در یگان موضوع فقط خود سنان ابن ابی سنان روایت کرده، مفردات سنان ابن ابی سنان را در یک موضوع حجت هرگز نگرفتند. سنان ابن ابی سنان را امام بخاری یک حدیث جابر ابن عبدالله و یک حدیث دیگرش گرفتند در اساس شاهد. پیش از سنان ابن ابی سنان ذکر کردنشون سلمه از جابر روایت کرده بود عین همون حدیثه، اما سنان ابن ابی سنان هم همین حدیثه که روایت کرد من باب شاهد ذکر کردن. امام مسلم هم در حدیث سه مسلم وقتی که از سنان ابن ابی سنان روایت کردند دیگر حدیث ها را حدیث ذات انوات نه امام بخاری نه امام مسلم روایت نکرده. من خودی سنان ابن ابی سنان گفتم که امام مسلم و امام بخاری همچون مستور الحال معامله کردند. امام بخاری امام مسلم سنان ابن ابی سنان انسان 100% ثقه معامله نکردند، سخنش مستقل روایت کردگیش نگرفتند، فقط متابعات بگرفتند. امام مسلم حدیثی که از ابو هریره سنان ابن ابی سنان روایت کرده است در متابعات ذکر کردند. کی تابعه کرده؟ ابو سلمه ابن عبدالرحمن. بارک الله فیک. چرا گفتیم خودی عقیلی ما در کتاب میزان الاعتدال گفتیم بله عراقی را اکی خودی عقیلی را بینید در کتاب ضعفا مجله 3 صفحه 156 میگه عمر ابن داوود ان سنان بن ابي سنان كلاهما مجهول والحديث منكر غير محفوظ ومعلم ابن ميمون ضعيف. این حدیثی دیگری که در سندش اینها بودن انا من تخریج میکرد و میگه که ضعیف است. بارک الله فیکم. اما علمای محققین بعد از این گفتند که عقیلی این سخن گفتند علمای سلف هستند، حجت و فکر و یک منهج اجتهاد خود گفتند، ولیکن این بیهوده نیست. امام بخاری هم همچنین معامله کردند لیکن مجهول نگفتند، لیکن مستور الحال معامله کردند. مستور الحال معامله کردند. چگونه میفهمیم که امام بخاری و امام مسلم به سنان ابن ابی سنان مستور الحال معامله کردند؟ بار دیگر میگم یگان مراتبه یگان حدیث سنان ابن ابی سنان رو مستقل در یک موضوع ذکر نکردند، همیشه بعد از توابع
همیشه در توابع، در شوهید و معلقات ذکر کرد. بعد از سلمه یا ابو سلمه اینو آوردن، بعد ذکر کرد. بعد همین علما گفتند انما هو مستور الحال کما بینا آنفا. حالت سینان ابن ابی سینان مستور الحال است، حالتش پوشیده است، اینقدر واضح انیق نیست. چگونه که پیشتر ما در حلقه گذشته بیان کردیم که سینان ابن ابی سینان مستور الحال بودنش در سخن امام بخاری بیان کردیم. فهمو شد؟ در سخن امام بخاری که در تاریخ الکبیر امام بخاری گفتند که سینان ابن ابی سینان از از جابر ابن عبدالله، از ابو هریره و از حسین ابن علی روایت کرده، اونها را دیده. ولی با وجود این هم سخنش را مستقل نگرفته، در توابع شهادات گرفته است. و کمی پیشتر هم بیان کردیم سخن عقیلی و غیره. بارک الله فیکم. اکنون این حدیثی انمین ذات و انوات بعد از سینان ابن ابی سینان در سندش در کتاب‌های زیاد آمده گفتیم. بله این حدیث در کتاب‌های زیاد خیلی آمده، لیکن در این کتاب‌ها در سندش غیر از سینان ابن ابی سینان دیگر با ضعیفی وجود دارد. مثلا این حدیث رو، حدیث ابی واقد لیثی که ذات انوات است، ازرقی در کتاب اخبار مکه مجله یکم صفحه 31 صفحه 130 روایت میکرد. میگوید ببینید حدیث سندش میخونیم: حدثني جدی عن محمد ابن ادریس، از طریق امام شافعی آمد. خیلی که دیروز این جاهل محقق زبیر مشرک شاگردی وارث منیب مشرک، اونها گفتن که امام شافعی گفته. ببینید سندشه، سنده که تا امام شافعی اومدنش ببینید. حدثني جدی عن محمد ابن ادریس عن الواقدی، از واقدی به گوشتون حلقه کنید، فراموش نکنید، درباره واقدی گپ میزنیم. قال اخبرني ابن ابي حبيبه، این ام حبیبه را به دیگر گوشتون حلقه کنید، اینم فراموش نکنید، درباره اینم گپ میزنیم. عن داوود ابن الحسين عن عكرمه عن ابن عباس. ببینید و این البته حالی ما سینون نبی سینون بنمیریم در دیگر مسئله، در مسئله همون درختی که مشرکین داشتن. مشرکین اولا یک چیزی عجیب ما میگیم، آیا مشرکین درخت ذات و انواع داشتن یا نداشتن؟ خیلی که در حدیث عقلی اومده است که مشرکین یک درخت داشتن که میگذاشتن. انا همون ضعیف میکنن، میگه همه سندهایی که در اثبات ذات انواع اومده است، یعنی ذات انواع برای مشرکین اومده است، یعنی گویا که مشرکین داشتن، این به سخن میکرد. البته بعضش سندش صحیح هست میگه، بله ثابت است، اما بسیاریش ضعیف است. میگه واقدی متهم به کذب میشد، ابی و ابن حبیبه این هم متهم به کذب میشد. سبحان الله. امام البخاري میگه که ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابي حبيبة الانصاري مدني يحدث عن داود بن حسين منكر الحديث وغيره. پس این دلالت میکند که اصلا ثابت حدیثی که ابی واقد لیثی گفتن، حدیث ابی واقد لیثی به دیگر شاهدهایی که قسم از این حدیث اثبات میکند، قسم از این حدیث به شاهدی میدهد، به مانند درخت گرفتن، البته که انکار میکنه. آیا مشرکین داشتند یا نداشتند؟ چرا؟ همون درختی که ابو واقد لیثی گویا گفت که مشرکین هم یک درخت داشتند که در حالت مشرکیشون همجا شرک اکبر میکردند، شمشیرهای خود آویزان میکردند. یکم شاهد ما گفتیم، یکم این شاهد منکر الحدیث ضعیف گفته، در نسای اومده. در شاهد اول برآمده ایستاده است که ضعیف است. شاهد دوم عن ابن ابي حاتم در تفسیرشون آوردن، عن ابي و طبرانی در معجم الكبير، مسعود بن سعید العطار كلاهما عن ابراهیم ابن المنذر، و اسناد این متروک است و در این اسناد کثیر ابن عبدالله است. بارک الله فیکم که آمده است که در اینجا آمده است که
عن مسعود بن عطار كلاهما عن ابن ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن كثير بن عبد الله بن عوف عن ابيه. ما گفتیم که شاهد برای حدیث ابی واقد لیثی از یک چند جهت آمده. شاهدی که از جهت ابن عباس آمده این مسئله ذات انوات نه، این قصه اصلا وجود ندارد، اما ضعیف است، همون هم ضعیف است. فقط او درباره درخت مشرکین ذکر میکرد که مشرکین یک درخت داشتند یا نداشتند. حدیث ضعیف است. مشرکین این درخت داشتنشون ثابت بودنش به این روایتی اومدگی ضعیف است. شاهد دوم روایت ابن ابی حاتم در تفسیرشون مجله پنجم صفحه 1554 از پدرشون از ابی حاتم ابن ابی حاتم روایت میکنه. طبرانی در معجم الکبیر روایت میکنه. سند می آید به کی میرسد؟ به عبدالله كثير ابن عبد الله ابن عوف عن أبيه عن جدي أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ونحن 1000 ونيف ففتح الله له مكة وحنين حتى إذا كنا بين حنين والطائف أرض شجر من سدرة كانوا يناطونها السلاح فسميت ذات أنوات وكانت تعبد من دون الله فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ذل هو أدنى منها فقال له رجل يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا این حدیث اومد. البته ما تا اینجا یک اشتباهی که شده بود گفتیم که کثیر ابن عبدالله هم از ابی واقد لیثی روایت کرده. این یک آمیخته شدن مسئله بود. نه، ببینید از ابو واقد لیثی فقط حدیث ذات انوات فقط یک کس روایت کرده، دیگه چیز روایت کرده کی است؟ این سینان ابن ابی سنان است. اما از جای دیگر این کی روایت کرده است؟ کثیر ابن عبدالله که این متروک است. میگه علما اسناد این متروک است. کثیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف ابن زید ابن ملحه المزنی لیس بشیء. میگه ابن ابی مریم میگه که سمعت یحیی ابن معین یقول كثير ابن عبد الله المزني حديثه ليس بشيء ولا يكتب. یحیی ابن معین علمای محدثی سلف گفتن که کثیر ابن عبدالله هیچ چیزی نیست، حدیث او اصلا نوشته نمیشود. عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين گفتن که انه قال كثير بن عبد الله المزني ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. ابو طالب میگه که سالت احمد يعني ابن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال منكر الحديث ليس بشيء. عبد الله احمد بن گفت که فقال عبد الله بن عمرو ابن عوف گفت احمد پرسیدم یعنی ابن حنبل از کی؟ از کثیر ابن عبدالله. احمد ابن حنبل پرسیدن که کثیر ابن عبدالله که حدیث ذات انوات از یک سند روایت کرده از سند دیگر چی است؟ گفت که منکر الحدیث لیس بشیء. حدیثی که کثیر ابن عبدالله روایت کرد ترکش کنید، به دیوار زنید. عبدالرحمن ابن ابي حاتم سالت ابا زرعه عن كثير ابن عبدالله ابن عمرو بن عوف. ابو زرعه پرسیدم، ابو زرعه یکی از محدثین وفات کننده 266 هجری. کثیر ابن عبدالله چه خیلی آدم است. ابو زرعه گفتن که واهی الحدیث لیس بقوی، واهی الحدیث است. عن كثير بن عبد الله پرسیدن عبدالرحمن را که گفتن ليس بمتين الجرح و التعديل مجله 7 صفحه 154 به نظر. امام النسائی کثیر بن عبد الله گفت متروک الحدیث. ابن حبان در کتاب مجروحین ذکر کرد منکر الحدیث جدا، گفت مجله 2 صفحه 221 منکر الحدیث جدا یروى عن ابي عن جدي نسخه مزون. خلاصه ذات و انواع شد حدیث معلول صحیح نیست اگر دو شاهد دیگری که یک شاهد قسم از دیگری حدیث ذکر میکرد. همه حدیث نه، این قصه را نه، فقط درخت مشرکین داشتن یا نداشتن و شاهد دیگری که همین قصه را نقل میکند از کثیر ابن عبدالله همیش ضعیف. یعنی در بالای حدیث ذات و انوات فقط روایتی که آذری ها میتوانند کسی کمی در بالای همون بیستند سینان ابن ابی سنان است که ما اینا پاره پاره ریز و چاش و میده و میده به شما بیان کردیم و مذهبی خانه عنکبوتی آذری مشرک بیان کردیم. سینان ابن ابی سنان از همه سند قوی میده است، مستور الحال است. اما دو شاهد دیگر که دو تا شاهد دارد این حدیث ضعیف ترین حدیث است. کثیر ابن عبدالله متروک است، همین علمای سلف متروک گفت
ضعیف گفتن، قوی نیست گفتن، ترکش میکنید ننویسید گفتن. و دیگرش از کی بود؟ از ابو واقد بود و از ابن ابی حبیبه بود که ابن ابی حبیبه متروک است، ضعیف است، هیچ قبول نیست و واقدی تهمت متهم به کذب شده. بله از علما قسم دیگر چیز گفته لیکن متهم به دیگر چیز شده. بارک الله فیکم. پس یک خطاگی ابن القیم الجوزی در همینجا یک مشکلی کردگان، اینا عذری هم خودش قبول میکرد. ابن القیم الجوزی در کتاب اغاثة اللهفان در مصائد الشیطان یک کتاب دارند، اغاثة اللهفان مصائد الشیطان، مجله یکم صفحه 205 به نظر کنید، میگن که امام ابن القیم خطا کرده، میگن که فروى البخاری فی صحیح عن ابی وقت لیسی قال و دوم حدیث ذکر میکنه. عذری ها بخاری خوندگی نیست، عذری ها سند نظر نمیکند. همون کتابی دیروز همون زبیری محقق مشرک عاقبت تحقیق والعیاذ بالله بشیر رفته است، گفته بود که امام ابن القیم الجوزی این حدیث را آورده. آیا تو قبول میکنی که امام ابن القیم الجوزی در همین آوردن حدیث در کتاب اغاثة اللهفان خطا کرده است؟ چقدر خطا کرده است؟ ابن القیم الجوزی میگه که انا همین حدیث ذات انوات را در روایت یک، در روایت دیگری ذات انوات نبود، انا همین روایتی که سینان ابن ابی سینان از ابی واقد لیثی کردگی است که فقط همین یک روایت است که ذات انوات است، دیگر روایتی نیست. یعنی باز همین سخن به ذات انوات میره. امام بخاری در صحیح بخاری آوردگی است میگه. اینا کی میگه؟ امام ابن القیم الجوزی میگه. البته اینجا علمای ما میگن که این خطا است. چرا خطا است؟ ما خودمون میگیم که خطا است. امام بخاری در صحیح بخاری، امام مسلم در صحیح مسلم اصلا درباره ذات و انوات گپ زدگی نیست. ذات انواتی این حدیث است، گپ زدگی نیست. بارک الله فیکم. شاهداش اصلا آوردگی نیست. سینان ابن ابی سینان اگر از همه بقوترش مستور الحال گفته امام بخاری نآورده باشد و امام بخاری منقطع گفته سینان ابن ابی سینان ابی واقد لیثی را ندید گفته نآورده باشد، باقی ماندهش از با بدتر است. اما این عذری های جهال سند این حدیث را ندیده امام شافعی گفتند، امام شافعی آوردند، این عبدالرزاق در مسندشون آوردن میگه. بله قسم از علما یکمش آوردن، سینان ابن ابی سینان از ابی واقد لیثی آوردن که گفتیم این مقطوع هست، مستور الحال است، سند منقطع دارد و مستور الحال است. قسم از علما دومیش آوردن، کثیر ابن عبدالله متروک است، حدیثش هیچ گرفته نمیشد. و قسم از علما به سند ابو الواقدی و ابن ابی حبیبه آورده که هر دوش ضعیف است، یکش متهم به کذب است. هر کتاب آمده باشد از هر سه همین است، همیش ضعیف است. انا کن فهمید؟ الله اکبر، الله اکبر. بعضی هم میگن که امام مالک این کتاب آورد، انا من حدیث ذات انوات به صحیح بخاری آورده است. انا که شبهات شو جمعیت چله که همون زبیر محقق مشرک کسی که میگه که استغاثه اگر قبرستان برفته یک کس از قبر استغاثه کنه، طلب کمک کنه، دفع مضرت، دفع منفعت، جلب منفعت و دفع مضرت کنه، مسلمان است میگه. اینا کافر گفتگی خوارج است میگه. تمام امت خوارج گفتین تکفیری. میگه که امام مالک این حدیث روایت کرده. او یک بار نظر بکن که این چی است. در یک تبعی موطا آمده است، موطا امام مالک، در دیگر نسخه ها و تبعه ها وجود ندارد. ظاهر همین است که یک بار امام مالک نوشتگی و بعد از این گشته با اینا حدیث ضعیف بودنش فهمده کوه کردگان، نابود کردگان، محو کردگان. اگر در موطا امام مالک اگر باشد هم این دلالت نمیکرد که همه کتاب موطا امام مالک صحیح است. بعضی هم میگن که امام بخاری در تاریخ کبیر مثلا همون روایت ذکر کرد که سینان ابن ابی سینان از ابو واقد لیثی، امام بخاری این ذکر کرد، یکم ثابت نکرد، نگفت که سینان ابن ابی سینان از ابو واقد لیثی شنیده است.
فقط همین تاریخی کبیر به ذکر کردن من باب ترجمه. ثانیا همچون مستور الحال معامله کرد، مستور الحال مناظره کرد، ذکر کرد. و سوما امام بخاری خودشون میگویند که ابو واقد اللیثی قول راجح همین است که اینا ببینید این سخن امام بخاری است، اینا خوب دقت بدید. امام بخاری خودشون میگن که ابو واقد اللیثی اهل بدر است، این قول راجح است. کسی که روایت کند که امام روایت کند که ابو واقد اللیثی در فتح مکه کرد ضعیف است، میگه امام بخاری میگه. چگونه میشد که امام بخاری این حدیث اینجا تصدیق کرده ذکر کنه، در حالتی که ضد امام بخاری است این حدیث؟ در این حدیث ابو واقد اللیثی نو مسلمان شده، میگه نو از جاهلیت و از کفر برآمده بودیم. امام بخاری میگن که ابو واقد اللیثی در جنگ بدر کشته. همین هم دلالت میکرد که امام بخاری نه انکار کرد و نحن حدیثو عهد بکفر است اینجا. اما امام بخاری ابو واقد اللیثی گفتن که گویا که در این حدیث ذات ما نو مسلمان شدیم، از عهد کفر بیرون شدیم. امام بخاری میگن که قول راجح این است که ان ابا واقد اللیثی وقد اسلم قدیما، میگه شهید بدرا، میگه. و کسانی که متأخر آمدند و این حدیث صحیح گفتن به امام بخاری، بعضشون جواب گفتن و رد گفتن که قبول نیست. البته ما قبول میکنیم. و بعضی میگن که شبهه دیگر سنان ابن ابی سنان در حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم بعضی روایت ها دارد که بله در صحیح بخاری سنان ابن ابی سنان دو مرتبه ذکر شده. خوب بدونید که دو مرتبه مستقل هیچگاه ذکر نشده. امام بخاری به خود منهج دارند. منهج امام بخاری در صحیح بخاری این است که دو نمود حدیث است. حدیث هایی که ثابت و 100% است، تابعین های ثقه روایت کرده، یگان مشکلی ندارد، مستقل ذکر میکنه. اما حدیث هایی که در وی در سندش مشکلی دارد، بعض انسان ها مستور الحال هست، اینم مستقل خودش در یک باب تنها خودش ذکر نمیکنه، منفرد روایت کردگیش ذکر نمیکنه، بلکه من باب متابعات، من باب شاهد ذکر کرد. ذکر کردن امام بخاری سنان ابن ابی سنان رو، نامش رو، این دلالت نمیکند که حدیث ذات انوات صحیح است. حدیث ذات انوات ضعیف است. سنان ابن ابی سنان جابر دید، لیکن همین باشد امام بخاری سنان ابن ابی سنان حدیثش مستقل روایت نکرد. خیر، این بود. بارک الله فیکم. مسئله و با همین ما به شما بیان میکنیم که بارک الله فیکم الحمدلله رب العالمین که این مسئله آشکار شد، بیان شد. بعضی ها بله یک شبهه دیگر است که میگن که به حدیث سنان ابن ابی سنان از واقد اللیثی شاهد است. ما گفتیم ها دو تا شاهد داره، شاهدش ضعیف است. شبهات ها به جواب داده شدیم مختصر. یعنی این حدیث اینقدر در بالاش گپ زیاد است که برادر عزیز به گپ زدن آخرش به رفته رسیدن خیلی مشکل است. لیکن ما در ان همین سه محاضره در بالای حدیث ذات و انوات، معنای حدیث، نکارت متن حدیث، سند حدیث رو و شاهدهای حدیث رو همش رو حل کرد. خوب دقت بید، متنم بیان کردیم مخالف فهم اهل سنت سلف، مخالف عذری های مشرکین است. نکارت در متن ابو واقد اللیثی را بیان کرد. انقطاع در سند سنان ابو واقد اللیثی رو ندیده است. مستور الحال بودن ابو سنان بن ابی سنان، شاهدهای این حدیث با دیگر شاهدها دو دیگر دارد که باز ضعیفتر و بدترتر است. دیگر هیچ جای حجت از این حدیث نماند بجز این که منافقین گمراه شده ها می آیند باز دین خود را از این حدیث ضعیف، از این حدیثی که یک جای آباد ندارد میگیرند و اصل دین انکار میکنند. همین است اصل دین، لا اله الا الله محمد رسول الله را دعوت همه انبیاء و رسول که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یگانه الله عبادت بکنید، غیر از الله اله ندارید. عبادت غیر الله، دعای غیر الله، استغاثه غیر الله شرک اکبر است، کفر است گفتند و همون صاحبش تکفیر کردند.
آیا درست است که در اساس یک حدیثی که ثابت نیست، ضعیف است، اگر صحیح بگویی معناش دیگر است و بالاخره اینا بالاش به تردد و احتمال زیاد آمد تمام پیامبران را، حیات تمام پیامبران را، معامله تمام پیامبران به مشرکین را، حیات صحابه را، منهج اهل سنت را با یک حدیث واهی که نامعلوم از جانب سندیش است تو می آیی ذکر میکنی. دین آزری ها دین شبه است. آزری دینش در اساس یقین نگرفت، آزری دینش در اساس شبه است، به دین شک کرد، به دین شبه کرد و بعد از این در اساس حجت شک و شبه قرآن انکار کرد. از همین جد آزری کافر است. آزری در اساس یک حدیث ضعیف در قرآن بوده حکمه که الله سبحانه و تعالی مشرکین را همیشه مشرکین گفته است، انکار میکنه. سبحان الله، سبحان الله. در چی قدر آیت ها الله سبحانه و تعالی گفت که کسانی که میدانند یا نمیدانند شرک کردن مشرک. در سوره کهف آیت 103 4 5 یک بار خوب بخونید. الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا؟ آیا به شما خبر بدم ای مردم از همه انسان هایی که خسارت زده ترین مردم در عمل هایشون هستند؟ یعنی عمل میکنند شب و روز، به خاطر الله گفته میخواد عمل شب و روز میکنند، نماز، روزه، حج، زکات، لیکن این عمل برای اینها فایده ندارد، ذره فایده ندارد. این عمل روز قیامت میروند که وجود ندارد. برای چی؟ برای اون که مشرک است. حالا من تفسیری یکی از سلف به شما میکشم، در اینجا میخونم. بارک الله فیکم. صبر میکنم یک لحظه. تفسیری سوره کف آیتی 3 و 4. الله یو خبر تیم گفت و بعد از این چی گفت؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، آنهایی که در حیات دنیا ضل سعیهم، همه حرکت های کردهشون بیهوده شد. ابن جریر الطبری را خوانید. هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هوى واستقامة، بل معذرت خواهی میکنم، هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياة الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلال، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به على كفر منهم به وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا. این انسان هایی که عمل زیاد کردن میگد، این عملشون در اساس منهج هدایت نبود، در اساس استقامت و توحید نبود، بلکه عملشون در اساس جور و گمراهی و ضلالت بود. آنها عمل میکردند بغیر امرهای الله، بل کفر و دیگر از ضلالت داشتند، ولی گمان میکردند که میپنداشتند که آنها کار خوب کرده شدند. از چی را؟ از جهل را. الله گفت و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ابن جریر در تفسیر میگن انهم یفعلون و هم یظنون انهم یفعلون ذلك لله مطیعون. یعنی این آدم های مشرک شرک میکردند، گمان میکردند که این عبادت است، این اطاعت است، این کار خوب است، انجام میداد. در دوامش میگن که فهذا من ادل الدلائل على خطأ قول من زعم انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يقصد الى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك ان الله تعالى ذكره أن الله سبحانه وتعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية.
ان سعیهم الذی سعوا فی الدنیا بیفایده، ضلال است. وقد كانوا يحسبون انهم محسنون في صنعهم ذلك. یعنی ببینید چی میگه، اینها خوب گفته عبادت میکردن. از این آیت میگه ابن جریر تبری و هذا ابن جریر تبری گفتن از این آیت دلیل گرفته میشد که از همه دلیل قوی ترین همین است، گفتن و هذا من ادل الدلاله، دلالت کننده ترین دلالت این آیت همین است که گفتن بر خطا این آیت دلالت میکند، دلالت واضح میکند بر خطا بودنی سخنی کسانی که گفتند که انسان به الله کافر نمی شود مگر به قصد کفر. سخنی محمد وارثی منیب، سخنی این زبیر محقق، سخنی پیش از این گذشته حالیک مشرک مبشر، سخنی حالیک که الله اگر هدایتش نکند شاید به همین عقیده بمیرد، والله اعلم الله همین ها را هدایت بکند اگر شایسته هدایت باشند. انصاری و عبدالرحمن فاتح این مشرکین و مشرکین دیگر از تاجیک، اینها عینا انمین سخن به ضد قرآن به ضد انمین آیت گفته شدند. ابن جریر الطبری از سلف میگوید که این آیت واضح ترین دلالت، دلیل دلالتش قوی ترین بر خطاب بودنی انا همین کس ها هستند که دعوا کردن، زعم کردن، گمان کردن که انسان فقط در حالت علم کفر شرک کند بعد کافر میشه، در حالت قصدی انا همون عمله یعنی علمی کند بعد کافر میشه. اما اگر قصد نداشته، اما اگر یعنی جاهل باشد، اما اگر جاهل باشد گفتن کافر نشد. این سخن کافر، این سخن خطاترین سخن گفتن با میخونه. و هذا من ادل الدلائل على خطأ قول من زعم انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يقصد الى الكفر بعد العلم بوحدانيته. ابن جریر تبری امروزه عذری ها رو ریز و چوش کردن. علمای سلف گفتند که این آیت آشکار و واضح دلالت میکند بر خطا بودن سخنی کسانی که دعوا کردند که انسان کافر نمی شود به الله، هیچ کسی کافر نمی شود به الله مگرم از جهت قصد به کفر بعد از علم به وحدانیت الله، یعنی بعد از حجت رسیدن بعد کافر میشوی. این سخنی که حجت کسی که به او حجت نرسید او را ما کافر گفتن به حق نداریم، کسی که به او حجت رسید ما اون مشرک گفتن به حق نداریم. همین عذری های نامبر کرده خوبسای ما میگوید بله. اینجا ابن جریر تبری به این خوبسا رد میگن که این آیت سوره کهف آیت 104 دلالت ترین دلیل، دلالت کننده ترین دلیل برای خطای گمراهی اینها است، زیرا که الله سبحانه و تعالی خبر داد که انا همین انسان ها وصفشون کرد که اینها سعی کردن، کوشش کردن، عبادت کردن در دنیا ولیکن همه عبادتشون بیهوده شد، ذهب ضلالا، همیشه گمراهی که گم شد و رفت نابود شد، در حالتی که اینها گمان میکردند که از سبب جهل اینها گمان میکردند که این کاری کرده شدهشون خوب است. چرا؟ برای که جاهل بودن. همین مشرکین از سبب جهلش مشرک میشد. کم مشرک کافر است که کفر بودنش دانسته من کافر میشم گفته عمدن کفرش کند. این چنین کافر در امت های پیامبران خیلی کم است. امتی که نوح علیه السلام پیامبر شدند و آمدن فرزندان آدم، آنها نگفتند که همین بت پرستی کفر است ما کافر میشیم، نگفت. آنها مقصدشون خیر بود. و این چنین قریشی ها خودشون امت ابراهیم میگفتند مقصدشون خیر بود، عمل های خوب میکرد. و این چنین امت محمد صلی الله علیه و سلم امروز بسیاری هزارها اینها مشرک شده ها، میلیون ها مشرک شده ها مقصد خیر دارد، میگه که بله این کارهای ما خوب است، این آن است، گفته میگه شب روز نماز و روزه میخواد، قبر پرستی میکنه، میگه که این وسیله است، کار خوب است، استغاثه فلان ملا اجازه داد، این آن دیگه نمیشود. ما گناهگاریم، الله دعای گناهگاران رو نمیگیرد. ما به واسطه اینها از این قبر میطلبد، از قبر تربیدن خوب است یا نه، شبهه تعویل این آن دارد، اما خودش خوب میگوید. انا می جهل است. همه این مشرکین اصلش اصلی جماعه مشرک شدن امت ها از سبب جهل است، زلال. اما الله خبر داد که این عذر نیست، اینها کافر است. الله خبر داد که واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. الله از اونها خبر داد که انا همینها کفر ورزیدن با آیات ربشون.
در دوامش میگد که ولو كان القول كما قال الذين زعموا انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يعلم لوجب ان يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي اخبر الله عنهم انهم كانوا يحسبون فيه انهم يحسنون صنعا كانوا مثابين ماجورين عليها ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة. ابن جریر التبری را الله رحمت کند. ابن جریر التبری شکننده آذری، ظاهر کننده توحید، رحمک الله رحمتا واحده، الله تو را رحمت کند. الله سبحانه و تعالی الهامش داده بود که اینه به ما بیان کرد. این سخن ها نمی بود این مشرکین دین کجا می بردن این آذری ها. کسی که آذریه مذهبشه توف کردنی میخواهد، کردنی میخواد و نابود کردنش سخنی انا همین ابن جریر خوند به آذری. اگر آذری به آداب باشد، لیکن آذری مثل سگ و خر هنگاز زند، مثل این خبیثی، این زبیر محقق مشرکی خرسوت وقت ندهد، چگونه به اینها سخن میخوند؟ در دوامش ابن جریر تبری میگن که اگر سخنی کسانی که میگویند که تا زمانی که آدم علم نداشته باشد، حجت نرسیده باشد، او کافر نمی شود. یعنی آدم جاهل، عذر میتن، آدم جاهل کافر نمی شود، فقط آدم بعد از علم، بعد از حجت کافر میشد. اگر همین سخن درست باشد میگن. ببینید ولو كان القول كما قال الذين زعموا، اگر سخن همچنین مانند سخنی انا همون کسایی که دعوا کردند که میباشد که انسان کافر نمی شود به الله، هیچ کسی کافر نمی شود به الله مگرم از جهت علم، یعنی بعد از علم. اگر جاهل باشد کافر نمی شود. اگر همین سخن حق می بود، اگر همین سخن آذری ها که انسان جاهل کافر نمی شود، جهل عذر است، کسی که عذر است هر کسی نباشد به الله کافر نمی شود. اگر همین سخن حق می بود میگه، پس واجب می شد که انا این قومی که الله در سوره کهف آیه 104 تکفیر کرد، اینها تکفیر نمی شد، اینها باید مسلمان گفته می شد. زیرا که انا منها شرک کردند، غیر از شرک با عملهای زیاد کردند. خودی الله میگه عملهای زیاد کردند و جاهل بودند، گمان میکردند که عملهای خوب کرده اند، نفهمیدند شرک بودن این عمل، شرک بودن این عمل نفهمیدند، الله تکفیر کرد. خودی ابن جریر تبری میگه الله خبر داد که فاخبر جل ثناؤه، الله خبر داد جل ثناؤه عنهم، از این انسان ها که، از این جهال که انهم بالله کفر، اینها به الله کافر هستند و ان اعمالهم حابطه، اعمالهم حابطه، عملهاشون حابطه است. الله اکبر. ابن جریر تبری میده عذر برآورد. در آیت پنجمش میگن، ببینید سوره کهف آیت 103 104 105 تبری تیزی کوبنده بر فرق سر آذری خرکله هست. همین خونت شرحش خونت تید، شما ترجمه نکنید، گوید که آذری تو همین خون ترجمه کن. در دوام سوره پنجم میگه اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. ابن جریر تبری میگه که هؤلاء الذين وصفنا صفتهم الأخسرون أعمالا الذين كفروا بحجج ربهم وأدلته وأنكروا لقاءه فهدت أعمالهم وبطلت أعمالهم إلى آخر الآية نخميرا إلى آخره. اگر ابن جریر تبری میگه اگر سخن این کسانی که میگویند که بدون علم کافر شدن فقط به علم است، فقط انسان عالم و علمدار کافر میشود، فقط به انسان حجت رسیده کافر میشود در مسئله کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر اصل دین. اما آدم جاهل کافر در اصل دین اگر واقع شود هم جاهل باشد در کفر اکبر شرک اکبر کافر گفته نمی شود. راست می بود این آیت باید ما چی میکردیم؟ دیگر خیلی شفاف میکردیم. این آیت الله خیلی نباید میگفت. این آیت به آذری کافر شد و این خیلی آیت دهات دیگر است. من به شما وعده میتم که دههای دیگر است، لیکن وقت کوتاه است.
ما حلقه‌های عذر بالجهل کردگیم، در آینده هم بیان میکنیم. من شما به واضح ترینش گفتم. این آیت هیچ کس برده فقط یهود و نصارا هم گفته نمیتواند. این آیت برای امت محمد است که شما بینید که شما نمی خیل میشید. برای همین برادر عزیزم، حاضر المشرک کافر است اگر علم داشته باشد، اگر قرآن خونده معناش فهمیدگی باشد، اگر خودش طالب علم علما گیرد، اگر مسئله عذر بالجهل و در مورد دلیل های اهل سنت دیدگی باشد، بعد از این برآمده همراه اهل سنت این آن بگوید، جهل عذر بگوید، یا جهل به یهود و نصارا عذر نیست و به کسانی که در این امت هستند عذر است بگوید، یا جهل در کفر عذر نیست و در شرک عذر است بگوید، یا در شرک عذر نیست و در کفر عذر است بگوید، کفر اکبر شرک اکبر. این انسان کافر شد، این انسان عاذری کافر شد. چرا کافر شد؟ مناط کفر این عاذری خبیث تکذیب است. همین آیت قرآن تکذیب است. قرآن حکمش رد کردن است، ضدیت به الله و رسول دین است. هر کسی که آیت قرآن اومده انکار کند تکذیب که کافر شد یا نشد؟ بله. کسانی که الله در بالا بودنش انکار میکنند، یکی از مناطهای کفرش یک چند مناط دارد، یکیش همین است که آیت قرآن انکار کرد کافر است. عاذری هم به مانند همین است. کسی که تکفیر شدن مشرک، اسم شرک و اسم کفر گرفتن انکار میکرد، این عاذری از نظر قرآن اگر نظر بکید، از نظر سنت نظر که مناط کفرش قرآن انکار کرد کافر شد. برای همین شیخ سلیمان ابن عبدالله ابن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله در کتاب شرح تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد که نوشتن میگویند فمن توقف في تكفير المشركين او شك في كفرهم بين له أدلة القرآن والسنة فإن توقف بعد ذلك كفر مثله. هر کسی که مشرک را مشرک نگوید یا توقف کند در تکفیر کردن یک مشرکی که دید و دانست و فهمید و بعد از معرفت الله، بعد از فهمیدنش، خواه مشرک بالعموم تکفیر نکند، خواه مشرک عین بعد از دیدن و فهمیدنش تکفیر نکند، به این حجت رسونده میشه. اگر آدم جاهل باشد، نافهمه باشد، علم نداشته باشد، به این حجت رسونده میشد، بعد از رسیدن حجت هم توقف کند، این عاذری کافر است. انا این منهج اهل سنت و الجماعت است. انا همین سخن سلف صالح به ما مقرر کرده و بیان کرده. در کتاب صفحه 8 بود والله یا صفحش اینقدر اینق نیست، در کتاب اصل سنت و اعتقاد الدین به اجماع ابن ابی حاتم الرازی از ابو حاتم پدرش و ابو زرعه الرازی وفات کننده 266 هجری وفات کننده 279 هجری سلف این امت ذکر میکنه. انا همین روایت رو حب ابن اسماعیل کرمانی بدون تفصیلات ذکر میکند. برای همین قسم از سلف صالح عاذری، قسم از علمای امروزه عاذری را تقسیم نمیکنند به عالم جاهل، بلکه میگن معرفت الحال غیر معرفت الحال. کسی که مشرک دید و شناخت و حالت فهمید تکفیر نکرد کافر است، خو عالم خو جاهل باشه. کسی که مشرک دید حالتش فهمید اما نفهمید که مشرک است، قبر پرستی نفهمید که شرک است، این مشرک است. برای چی شرک است؟ برای که قبر پرستی غیر الله پرستنه، این اولی شرک بودنش نفهمیده باشه، لا اله الا الله نفهمید، این مشرک است. اگر فهمید که این شرک است و تکفیر نکرد، با مشرک تر است، زیرا که شرک بودن انجام دادنش فهمید و تکفیر نکرد، توحید و شرک در یک جمع کرد. این قول قوی است که از حرب ابن اسماعیل کرمانی رحمه الله این قول گرفت. و این چنین علما از احمد ابن حنبل، از عثمان ابن سعید الدارمی، ابن خزیمه و غیره خیلی زیاد است که عاذری را به دو قسم تقسیم کردند و عاذری که این دارد کافر است، عاذری که جاهل است البته حجت رسانه بیان کرده میشد. از همین جهت این خوبسا، این جهلا حکمشون انمین است. حدیث آوردهشون با جواب کافی شافی به نام ابطال احتجاج با حدیث ذات و انوات، یا که ابطال احتجاج به واقعی ذات و انوات به آخر رسید. هر مسلمان مؤمن موحدی که در بالای این حدیث ذره صادقانه نظر بکند و این صحبت های ما گوش کند، مسئله 100% نه 300% براش معلوم میشه. اما کسی که قلبش مریض است، قلبش پر از شبهه است، صادق نیست، آدم پرست است، همیشه به جانب آدم پرستی، به جانب قبیله و قومگرایی، به جانب این جاهلیت و طاغوتی می رود، این انسان هرگز حق فهمیده نمیتونه. برادر عزیزم، ما الله پرست است، ما همیشه حق در قرآن و سنت مذهبی سلفی این امت میبینیم. ما بارک الله فیکم منهجمون انا همین منهج است. هر کسی که سخن حق گفت قبول است،
هر کسی سخنی مخالف به سلف گفت مردود است، کسی نباشد. و عذر المشرک بعد از علمش به این مسئله، بعد از معرفت حالش به مشرکین، مشرک است. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.